در ظرف 29 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زیاده از 60 مرتبه به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آورده است که این سفرهای کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد و نمو تمام ساحه‌های خواجگی خلق ولایت روانه گردیده است. ابراز داشت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف ضمن افتتاح جلسه کاری ستاد ولایتی. تشریف نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون چاره‌بینی مهم در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان ارزیابی گردیده آن به حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه گردیده است. رهبریت ولایت ابراز داشت که با تکیه به تجربه کاری کارمندان تمام ساختارهای دولتی و ساکنان شهر خاروغ مباید این تشریف رهبریت عالی مملکت را چون هر وقته با رسم آیین‌های نیکی ساکنان بام جهان و صمیمیت خاصه و مهمان نوازی خاص تاجیکان کوهستان بدخشان استقبال نماییم. در این راستا رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به سهم معاونان رئیس ولایت و رهبران شعبه و بخش‌های دستگاه رئیس ولایت و دیگر اداره و مؤسسه‌ها، ساختارهای دولتی، رهبران تشکیلات و کارخانه‌ها، عاید فعالیت 14 گروه کاری جهت آمادگی‌ها برای تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بررسی نمود که در این دوره باید گروه‌های کاری عبارت از گروه ترغیباتی و تشویقاتی دائم عمل کننده وابسته به فهماندهی سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به نظارت، تأمین و انجام رفت کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی و افتتاح بناهای جشنی وابسته به کارهای آبادانی و کبودیزارکنی محله‌های شهر خاروغ، تشکیل عیانیت، شعار و آویزه‌ها و دیگر مسائل مبرم فعالیت خود را روانه نمایند. ضمن تشریف نوبتی رهبریت عالی مملکت به شهر و ناحیه‌های مختار کوهستان بدخشان انشاءات‌های زیادی که به رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان ولایت روانه‌اند مورد بهره برداری قرار داده خواهند شد. از این رو رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به هر یک رهبر کاری و مسئولین ساختارهای مربوطه سپارش داد که برای در سطح بلند پیشواز و گسیل نمودن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولیت بلند را از خود نشان دهند. در فرجام جلسه کاری ستاد ولایتی معاونان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت فعالیت گروه‌های کاری تکلیف و پیشنهادهای سودمند به میان گذاشتند.